سایه سنگ. هیچ چشمی نیست گویا پشت این دروازه تنگ. میلی در که خیش دارم نیست تصمیم از سری ننگ. ابری چشمانم ببارد تا بشوید این همه چنگ. روی این تصویر زیبا باید اکنون یک کمی رنگ. تا نباشد دیدنی ها از دل فرسوده زنگ. روح در جسمم نگنجد جنگ تا کی، تا با کی جنگ. روی این تصویر زیبا باید اکنون یک کمی رنگ. دوستان ارجمند، اون جنگی که گفتیم جنگی تن و روح است. وقتی که تن از چیزی طلب میکند و روح در مقابل تن غالب می آید، روح ایستادگری میکند. فکر میکنم که ما الکی در عالم خودمان، در نهاد خودمان سازنده ایم. از این رو درود عرض میکنم حضور همه شما، همه مهمان های ارجمند، خصوصا نفرانی که امروز از روی ننگ، از روی شجاعت، از روی اون که واقعا هم همیشه با قول یعنی که مردم محلی در نوگی سوزن قرار دارند و همیشه انا همین امنیت ما رو، همیشه انا همین آسایشتگی ها رو از خودشان در خودشان تحمل میکنند تا اینکه ما آرام باشیم، تا اینکه ما آسوده باشیم، تا اینکه ما بتوانیم شعر بگوییم، تا اینکه ما بتوانیم ترانه بگوییم، تا اینکه ما بتوانیم زمزمه بکنیم، عشق داشته باشیم، محبت داشته باشیم و واقعا هم کبوتر آرزوهای ما در فرازی‌های این سمای واقعا هم آباد و آسایشته تواند که در حال پرواز باشد. فکری که در سری من آمد این ایجاد کردن یک شعر و آهنگی رمزی با نام سرود مرزبان بود. سرود مرزبان بود که چند روز پیشتر این ترانه آماده شد و این لحظه در اجرای دسته هنری خودی انا همین خشون‌های سرحدی با اسم مرزبان، یعنی که دسته هنری مرزبان این لحظه ها پیشنهاد شما می شود. نزد شما امتحان است. باور دارم که به سربرندی از این ترانه استقبال میکنه و مهمتر از همه این ترانه باشد که در نهاد شما واقعا هم انا همون مصرع هایی که در داخل این شعر است، انا همون مصرع ها، انا همون احساس را بیدار کرده باشد. مبارک باشد ایدتان.
آسایش و ثباتی تاجیکان، ای معنی حیاتی تاجیکان. آسایش و ثباتی تاجیکان، ای معنی حیاتی تاجیکان. ای معنی حیات، آسایش و ثبات. ای معنی حیات، آسایش و ثبات. آسایش و ثباتی تاجیکان، ای معنی حیاتی تاجیکان. آسایش و ثباتی تاجیکان، ای معنی حیاتی تاجیکان. ای معنی حیات، آسایش و ثبات. буд замоне мулки тоҷик беманора монд. осмон торику абри беситора монд. файзихон дигар куҷову бӯи нони гарм ку бастанури тоҷикиям бешарора монд. қаҳтии мо аз уболи он ки аз пастии хеш
وقتی تاری وحدت را گذستیم از راه پستی خیش، عهد خیشی را شکستیم و خدا ما را گرفت، سینه بیگانه نه ما می خودی را کرده ریش. عقل سالم رهنما و روشنایی دیده راست، بار دیگر باد را، بار دیگر کاه را باد دادن ما از چراست. شکر می باید کنون که از خطا رسته ما، شکر به حد صبح شادی از پی شام فراست. شکر به حد روزگار امروز خیلی خوبتر است، در سمای تاجیکی خورشید و ماه و اختر است. فیض می بارد کنون بالای خانی تاجیکی، در تنور تاجیکی هم بار دیگر اخگر است. تا نخسبد تاجیکی از تیر خیش اندر لحد، تا نخسبد تاجیکی از تیر خیش اندر لحد، تا زینو از صفحه تاریخ زدایم نامی بد. تاجیکی من خواند با خشتی صلح آباد بخش، برخلاف امر شیطان، برخلاف نامی بد. وطن تو سر نوشتم، توی باغ و بیشتم، وطن دل پرم را برای تو نوشتم. وطن تو سر نوشتم، توی باغ و بیشتم، وطن دل پرم را برای تو نوشتم. عجب تو نازنینی، چیز با سرزمینی، تمنا میکنم خزانه را نبینی. عجب تو نازنینی، چیز با سرزمینی، تمنا میکنم خزانه را نبینی. وطن من دشمنت را همه خار ببینم، تو را تا بر فلک ها سزاوار ببینم. وطن من دشمنت را همه خار ببینم، تو را تا بر فلک ها سزاوار ببینم. اندر دل من جای تو داری چی بسه، دارم هوسه بر تو هوسه، دور از بری تو روی رهم خار و خسه، به هم نفسه به هم نفسه. عجب تو نازنینی، چیزی با سرزمینی، تمنا میکنم خزانه را نبینی. وطن من دشمنت را همه خار ببینم، تو را تا بر فلک ها سزاوار ببینم. وطن من دشمنت را همه خار ببینم، تو را تا بر فلک ها سزاوار ببینم. آسوده منم از همه آسودگی ها، آسوده بیمار، آسوده بیمار. بدخواهی وطن الهی آزرده بیمار، افسرده بیمار، بهوده بیمار. وطن تو سر نوشتم، توی باغ و بیشتم، وطن دل پارم را برای تو نوشتم. وطن من دشمنت را همه خار ببینم، تو را تا بر فلک ها سزاوار ببینم.
قدر وصل شدی که مرا حرف نباشد. چی بگویم؟ چی توانم که سزاوار به نامت شده باشد؟ چی بگویم که در آن حرف تجسم بنمایم هیجانم؟ چه چیزی تازه بیارم بر این سفره که قدر به سکونت به تنم پیچ خورد رشته جانم؟ ای وطن، من به همین جا به همین دم گریه دارم که فقط لحظه از وقتی تصور که شدم دور ز کنار تو منم زنده در گور. نتوانم بروم فاصله دور، برسم تا در غربت به یکی منم او قافله شور. تو که ارمان منی، تو که این زندگی بی سر و سامان منی، بهترین وعده سامان من اونجاست به خارجه دور. من ولی هیچ نتونم بروم تا در دهلیز سری گور. تو مرا پاره جانی، تو عزیزی و عزیزانه بمانی. ای وطن، ای وطن پاره لخت جگرم، در بهاری تو فقط گل بسرم، در بهاری تو فقط گل بسرم. وصل شدی که مرا حرف نباشد. چی بگویم چی توانم که سزاوار به نامت شده باشد. ای وطن، ای وطن پاره لختی جگرم، در بهاری تو فقط گل بسرم. ای وطن، ای وطن پاره لختی جگرم، در بهاری تو فقط گل بسرم. ای وطن پاره لختی جگرم، در بهاری تو فقط گل بسرم. ای وطن، ای وطن پاره لختی جگرم، در بهاری تو فقط گل بسرم. دوستان ارجمند، من فکر میکنم محبت های وطن، صمیمیت نسبت وطن الکی در بطن مادر همونجا الکی یعنی که شروع میگیرد و مادران هستند. چون مادران هستند ما هستیم. انمی لحظه ها یاد میکنیم از مادران، چون که واقعا محبت مادر با محبت وطن همیشه توأم است، همبستگی خیلی خیلی زیچ دارد. من فکر میکنم اکثر انمین از کار بچه ها مادراشون یاد کردن، ولی در آغوش مادر اصلا باید که احساسی هجرت یعنی دوری با مادر رو نداشته باشن، چون که مادر و وطن هر دو هم در یک ردیف همیشه قرار دارن. ولی این لحظه ها برای مادرهای بزرگی شما، برای واقعا هم
این سرچشمه خشک نشونده حیات میگذاریم برای ستایش مادر. ببخشایم تو را پیر کرد غمهایم، دلت را زنگ آوردم، کمان قامتت را چنگ آوردم. ببخشایم ببخشایم مرا مادر، ببخشایم تو را پیر کرد غمهایم. ببخشایم ببخشایم مرا مادر، ببخشایم تو را پیر کرد غمهایم. ببخشایم دلت را زنگ آوردم، کمانی قامتت را چنگ آوردم. ببخشایم ببخشایم. بگردی ادامه انمی شعری که نگینه جان برای بزرگی مادران ستایش کرد و خواند. ادامهش یعنی که یک قسمی خیلی ضروریش در کتاب است ولی در شعر نیست. اونجا این گونه میسره است که من که کودکی رو در مسیر خواب میبینم، تو رو در آن گذشته پاره مهتاب میبینم. خیالم رفت حالا رفت، زنی از جاده های بخت می آمد، به دستش خلطه اندک غذا خوشبخت می آمد. تو گویی خلطه در خود سنگ داشتم، ما زنی در خود هزاران ننگ داشتم، ما همان ننگی که شاید شوجه های خونش بدانه می مانند، به کنج صندلی به دستی گرمش وای در ویرانه می مانند، شتابش چون هواپیما. همین یک یاد کافی است، همین اندر گلو فریاد کافی است، من فدا سازم برایت هرچی دارم خوب، هر آنچه باشدم محبوب میارزد. بگردی دامنی پاکت نمیارزم، شبم خاکت نمیارزم، بگیرم جا تو را تا نوگی مژگان، تا بر افلاکت نمیارزم. ببخشایم تو را پیر کرد غمهایم، دلت را زنگ آوردم، کمان قامتت را چنگ آوردم. ببخشایم اگر یک دم ببستم قفل یاد از تو، تو را آژنگ آوردم. ببخشایم ایا مادر. هرچند ترانه‌ای که نگینه بانو یک کمی زمزمه کردن، این ترانه اونقدر واقعا هم در قلب‌های مردم محبت‌های مادر رو باز هم بیشتر کرد، ولی این لحظه این ترانه رو بارها شنیده. ترانه دیگری که تازه کار کردیم با خانم نگینه، آهنگ خودی نگینه امانقلوب است، متنش مولی بنده است. اولین بار در حضور شما صدا می‌دهد. خوش آمدید.
вақте ки як тарона дар як толори калон лоақал ба як нафар муассир аст, таъсиргузор аст ва он нафар барои модараш ашк мерезад, ман мебинам дар толор хонумҳо барои модарашон ашк мерезанд. пас мо дар самти эҷод кардани як таронаи асил коре кардем. аз ин рӯ миннатгузор ҳастам, яъне ки хеле шукргузор ҳастам ки ин тарона дасти, яъне ки анамин мисраҳо дасти соҳиби аслии худашон афтид ва нигинаҷон воқеан ҳам самимияти модарро ба арши олӣ, яъне ки хеле воло тавонист ифода бикунад. таронаи дигаре ки ин лаҳзаҳо нигинабону эъдом мекунад барои шумо таронаи оташ аст ки боз ҳам дар ҳамкориҳо эҷод кардем ва ин лаҳзаҳо тӯҳфаи арзишманд барои ҳамаи шумо.